فصل اولمون هستیم، صفحه 7 الان. خیلی خب، من میگم که یک متن اینجا هست میشه پربریتین پوسلوشایته. بازم از روی سی دی گوش میدید، خیلی خوبه گوش کنید چون توی مکالمه امتحانتون خیلی کمکتون میکنه. اصلا وقتی امتحان دارید این سی دی ها رو بیان از اول، حتی اگه اون موقع هم به نظرتون خیلی ساده بیاد دیالوگا، از اول گوش بدید، خیلی مهمه. براتون من میخونم حالا چون سی دی رو الان نمیتونم پخش کنم. ژیویو یاسم آرتورو موسلی یاسم آنا موسلی. خیلی خوب. موسلی یعنی خوشبختم از ملاقات شما. ژیویو های سلام. خب یاسم آنا، من آنا هستم. موسلی اون آقا هم میگه خوشبختم. خب دیالوگ بعدی کاکوسی آنا دوبرو پاتی تودی دوبرو. و میگه حالت چطوره؟ کاکوسی یعنی چطوری. حالا شاید مثلا اون کاکو که شیرازی ما دارن، حالا من دفعه میکنم معنی داداش و برادر باشه، یا کاکو. خیلی خب از اینجا هم مثلا حساب کنیم میگه مثلا داداش حالت چطوره. پس این کاکو معنی ها هست، معنی چطور هست. کاکوسی چطوری، کاکوسی چطوری. پس کاکوسی آنا آنا چطوری؟ اونم میگه دوبرو، میگه که خوبم. خب بعد بهتون گفتم که پاتی. پاتی تو چی؟ خب اون کسی داره جواب میده، مثلا میگه که دوبرو، بعد میگه پاتی. خب تو چی؟ اینجا دوبرو رو گفت، میگه که پاتی تو چی. پاتی یا مثلا این تی، هر دوشون به این معنان که خب مثلا و تو، پس تو چی. پس تو چی. تودی دوبرو، تودی یعنی همینطور، تودی دوبرو منم خوبم. پس کاکوسی آنا دوبرو پاتی تودی دوبرو. خیلی خب بعدی رو بگیم. اتکوتسی اهل کجایی. اتکوتسی اهل کجایی. اتکوتسی اهل کجایی. از اسپانیه. او سوپر. یاسم از آرژانتینه. زبانشون یکی بوده دیگه. خب میگه که اتکوتسی. اتکوتسی یعنی اهل کجایی. پس اینو شما زیاد میشنویم، میرین تو کلاس، نمیاد در اومده خیلی باش کنند. اومد. میگه اتکوتسی یعنی اهل کجایی. بعد شما الان یه نفر مثلا ازتون پرسید اتکوتسی، میگین چی؟ یاسم ایز ایرانا. اینو دیگه یاد بگیرین. یاسم ایز ایرانا. یا کلا میتونیم بگین که چی؟ همه جمله رو نگید، فقط بگید که ایز ایرانا. هر دوش درسته. خب پس اتکوت میگه اهل کجایی. وقتی که گفتیم اتکوت شامل چی میشه؟ دروگیسکولون. برای همینم جوابشو با ایز ایرانا دادیم. من اینجا می نویسم براتون، اگه یادشون نمیاد دروگیسکولون چی بود برم بخش گرامر رو یه دور دیگه مرور کنن، من اینجا دیگه دوباره نمیگم. خیلی خب بریم سراغ اون علامت سیدی شماره 3. دیالوگ بعدی رو بریم. خب دوبردان گسپا کرامر. دوبردان گسپوت کولنز. کاکوسته حالا دوبرو این بی شکار. خیلی خوب. بعد میگید که چی شد؟ این اینجا گفتی که این کاکوسی بود، درسته؟ اینو گفتم کاکوسی. خب اینم جوابش شد که مثلا دوبرو. حالا میگید که این اینجا یک در واقع بخش جدید آورد، درسته؟ اومد گفتش چی؟ کاکوسته. اگه نگاهش گسپا یعنی خانم کرامر، حالتون روز بخیر خانم کرامر. اونم میگه روز بخیر آقای کولنز. گسپوت هستش در واقع آقا، گسپا هست خانم. کاکوسته همون کاکوسی محترمانه است دیگه. توی افعال فعل بودن رو یاد دادم دیگه، نه؟ سی یعنی تو هستی، سته یعنی شما هستید. پس این اومد اینجا گفت کاکوسته. جوابش دیگه همونه دیگه، مثلا شما چطورید؟ کاکوسته. و میبینید. پس یه دقت هم بکنید تو اون دیالوگ ستون قبلی میشه ژیویو و اینجا میگه دوبردان. وقتی شما رسما با یه نفر سلام احوال پرسی میکنید میگید روز بخیر. دوبردان. اون شخص رو حتما گسپوت حساب در واقع خطاب میکنید، مثلا یا گسپا خطاب میکنید. خب حالا کاکوسته حالا دوبرو این وی، اگه دقت کنید این تیه. حالا این مثلا اومدش
گفت دوبرو. هوالام که یعنی مرسی، حتما شنیدید. اومد گفت دوبرو، بعد اومد گفت اینوی و شما و شما. خب این وقتی که میگه دوبرو بعد میگه اینوی و شما، اومد از وی استفاده کرد. چرا از وی استفاده کرد؟ برای اینکه دارن همدیگر رو رسما خطاب میکنن. پس نشانه هایی که رسمی خطاب شد و دیگه بهش دقت کنید. یه نکته رو بگم، گوسپا یعنی خانم. اگه شما تو خیابون مثلا یه خانمی مثلا میخواین صدا کنی، مثلا میگین که خانمی شالتون افتاد، میگین که گوسپا گوسپا. و اگه آقای رو ببینی چه هرچی سوال دارین از کسی، گوسپوت گوسپوت. خیلی خب، بعد بریم 4. پروفسور کولنز استیز لیوبلیانه نه ایز ماریبورا اینوی. Jestem iz Monostra, iz Mađarske. Lepo, a ste Slovenec? Jestem Mađar. Moja mama je Slovenka. خیلی خوب. اگه دقت کنید میگه که خب پروفسور کولنز، آیا شما اهل لیوبلیانا هستید؟ میگه که نه، من از ماریبورم. باید میبینید که ایز لیوبلیانه ایز ماریبورا اینا هر دوشون به چه شکل هستن. و شما میگه یاسم ایز، خب میگه من از مونوشترا هستم، از مجارستان. اونم میگه لپو، چه خوب چه جالب. لپو، این لپو رو خیلی میگن و شما مثل میبینید قشنگه میگین لپو. این لپو این به شکل به طور کلی میگه لپو. حالا نگین مثلا چیو گفت که این گفت لپو، چرا نگفت لپا، چرا نگفت، نه هم لپو به شکل کلی. وقتی چیزا رو به شکل کلی میگیم سرد نیست، بر میگیم لپو. است اسلوونس، شما اسلوونیایی هستید. اونم میگه که من مجار هستم، مامانم اسلوونیاییه. خب اینجا 2 تا واژه دیگر هم میبینیم که بهشون اشاره کنم. خب این اومد گفت اسلوونتس، درست میشم اسلوونتس، و بعد اومد گفت چی؟ اسلوونکا. اسلوونس، اسلوونکا. خب اسلوونتس یه شخص اسلوونیاییه، آقاست، یک آقای اسلوونیایی، شهروند اسلوونیایی. آقا میشه اسلوونس، اگه خانم باشه میشه اسلوونکا. خب برای ایران هم خیلی شبیه ایرانه. ببخشید، ایرانتس و ایرانکا. ایرانکا. هم میخوام بگم که مثلا من ایرانیم، میگم یاسم ایرانکا. یاسم ایرانکا. اگه شما مثلا علی هستی و میخوای بگی من ایرانیم، میگی یاسم ایرانت. خیلی خوب. بعد آخر سفرم براتون تندی بخونم. گفته کامل کنید. خب بچه‌ها ببینید اینا رو دیگه شما باید کامل کنید. مثلا گفته یه عکس می‌بینید 2 نفر تو ایستگاه اتوبوسن، اتوبوس پستایا دارن با هم دیگه حرف میزنن، تو مرکز شهرم هستن، تو لیوبلیانا. خب میگه که ژیویو لارا. خب لارا باید چی بگه؟ ژیویو سارا. خب سارا چه میگه؟ آفرین. کاکوسی، اونم میگه دوبرو هوالا پاتی. اونم میتونه بگه چی؟ دوبرو هوالا، مثلا همونو بگه، مثلا بگه دوبرو، یا مثلا بگه شکار یعنی میگذره. خب توی موی اتوبوس چاو، میگه اتوبوس هم اومد، این اتوبوس منه، اتوبوس هم اومد، خدافظ. اونم میگه مثلا آدیو یا چاو. خب دومی یه گفتار رسمی، گفتگوی رسمیه. دوبردان گوسپارانت، دوبردان گوسپوت نوواک. خب اونم میگه چی؟ کاکوسته. ولی خانمه میگه سلابو، حالش خیلی بده. اتروی ناسم، بعدم خیلی خستم. اتروی نا، خسته. اگه مرد باشه اتروین، خانم باشه اتروینا. اتروی ناسم. آقای میگه او تو کایه واش تاکسی ناسویدنیه. میگه آها این تاکسی شماست، تاکسی اومد، خدافظ. خانم میگه ناسویدنیه. این ناسویدنیه اینجا به معنی خدافظ. چاو یا آدیو هم خدافظیه. خیلی خوب. اینم از صفحه 7 تا صفحه بعد.